گوشی پسر زنگ میخوره، پسر بدو میره گوشیشو جواب بده، میبینه عشقشه، میگه نمیدونی چقدر منتظر زنگت بودم، دلم واسط یه ذره شده بود. دختره بدون هیچ احوال پرسی میره سر اصل مطلب. تو خیلی پسر خوبی هستی، واقعا لحظه‌ای که با تو تجربه کردم و یادم نمیره، شوخیامون، قول و قرارامون. تو خیلی خوشگل و خوش تیپی ولی برا من نون نمیشه. پسره میگه من هنوز 22 سالمه، دختره میگه کنارم الان یکی هستش که 22 سالشه، خونه داره، ماشین داره، بهترین امکاناتو برام فراهم میکنه. دختره میگه ما دیگه به درد هم نمیخوریم، واسه خوشبختی هم باید دعا کنیم. دختره گوشی رو قطع میکنه، پسره میره میشینه یه گوشه، میگه سلامتی خودم که آرزوم خوشبخت کردن تو بود، سلامتی نفر سوم که آرزوم رو برآورده کرد. خواستم بگم بچه